در آسترولوژی اورانوس با نوآوری، عجیب و غریب بودن و تغییرات ناگهانی همراهه. این سیاره به عنوان سیاره شورش و تفکر و نگرش غیر متعارف شناخته میشه که تغییرات پایداری رو همیشه در سطح جهان ایجاد میکنه، چون با انقلاب‌ها خودش رو نشون میده و از طرفی هم سیاره جوامع و توده‌های مردم هست و اثرات خودش رو به صورت توده‌ای نشون میده. اغلب شورش‌ها که نظم و قوانین جدیدی رو ایجاد میکنن و نظم‌های غیر منطقی قدیمی رو میشکنن یا به نوعی با تاب و شکنی انقلابایی رو ایجاد میکنن، توسط انرژی سیاره اورانوس ایجاد میشن و تأثیر میپذیرن. اورانوس نشون دهنده میل به آزادی برای جدا شدن از محدودیت‌های سنتی هستش که میل به اصلاح و قوانین جدید رو ترویج میکنه و گسترش میده. افرادی که تاثیرات خیلی قوی اورانیایی در زمان تولد خودشون دریافت کرده باشن ممکنه به عنوان افراد سرکش، مبتکر و نوآور یا مثلا عجیب و غریب و انگار جوری که جلوتر از زمان خودشون هستن دیده میشن. اورانوس حدوداً 6 سال طول میکشه تا هر کدوم از این 12 برج فلکی رو طی کنه و ازش بگذره. در نتیجه حدوداً 85 سال طول میکشه تا همه 12 تا برج فلکی رو طی کنه. این یعنی این که اکثر ما هر کدوم از جنبه‌های تاثیرات اورانوس، یعنی هر کدوم از جنبه‌های اورانوس رو که روش تاثیر میذاره تو زندگی ما فقط یک بار تو زندگیمون تجربه و لمس میکنیم، چون به ندرت پیش میاد که بالای 85 سال عمر بکنیم. حالا من خودمو میگم، تو که صدای منو میشنوی امیدوارم 100 سال یا هر چند سال که خودت دوست داری با سلامتی و افتخار زندگی بکنی. ولی بذار اینطوری توضیح بدم که خلاصش اینه: هر سیاره‌ای به ما میگه که چه نوع رویدادهایی رو قرار تجربه کنیم و هر نشان که اون سیاره توش قرار گرفته که یکی از 12 تا برج فلکی است به ما میگه که اون رویداد رو به چه شکلی تجربه میکنیم و بعد هر خونه از چارت تولد هر شخص که اون سیاره قرار گرفته نشون میده که اون فرد تو کدوم حوزه از زندگیش این رویداد رو تجربه میکنه. یعنی به عنوان مثال اگه فردی از اهالی برج 4 خورشیدی باشه، زمانی که سیاره‌ای در این نشان یعنی برج 4 قرار میگیره، برای اون فرد میشه خونه 1 از چارت تولدش و برج 5 میشه خونه 2 از چارت تولدش و به همین ترتیب تا خونه 12 که هر خونه حوزه های مختلفی از زندگی ما رو شامل میشه. حالا با این داستان ها نمیخوام سرت درد بیارم و گیجت کنم، همه اینا رو گفتم که به این برسم. از سال 1398 اورانوس وارد نشان تارس شده، یعنی جایی که مربوط میشه به نحوه پول در آوردن ما. تارس نماد برج 2 هست و جایگاه برج 2 هست و خوراک و پوشاک و نیازهای اولیه و شیوه ما برای کسب اونها و حفظ منابعشون رو برای خودمون شامل میشه. خب با توجه به چیزایی که در مورد اورانوس و توضیحاتی که تا اینجا دادم گفتم، اگه برگردیم به سال 1398 میبینیم که اورانوس با ورودش به نشان درآمدهای مالی و سیستم‌های مالی و ارزشی چطور با شیوع کرونا مثل یک صاعقه
که انرژی اورانوس هستش سائقه وار بودن، تغییرات یهویی و غیر قابل انتظار ایجاد کرد و منابع درآمدی همه آدم‌های سراسر دنیا رو تغییر داد. سیستم‌های مالی و درآمدی و ارزشی به کلی تغییر کرد. ارزهای دیجیتال به بازار اومد و غیره و غیره. خب میبینید همه این انرژی اورانوس رو با خودش داره یا داشت. اون سائقه وار بودنش، دور از انتظار بودنش، مرتبط با فناوری و تکنولوژی و کنده شدن از هنجارهای سنتی و قدیمی، اینا همه انرژی اورانوسه دیگه. خب ولی سیاره اورانوس انرژیش اینجوریه که مثل سائقه یهویی و برقاسا میاد تو زندگیمون و یه شکاف ایجاد میکنه، اما انرژی اصلیش بیدارگری و آزادی خواهی هستش. یعنی ما رو وادار میکنه برای تغییر به سمت جلو و مواجه شدن با دنیای آینده که برامون ناشناخته است. برای پر کردن اون شکافی که ایجاد کرده ما رو مجبور میکنه که دست به حرکت بزنیم و از حریم امن خودمون بیایم بیرون. به قول معروف اون جایی که نیاز داریم بریم مرحله بعد ما رو به زور میکنه، چون ما هر چیزی که برامون ناشناخته باشه ترسناکه برامون و دوست نداریم که واردش بشیم. از اونجایی که دو دستی چسبیدیم بهش و نمیخوایم کنده بشیم، ما رو میکنه برای رشد، برای رفتن به جلو. حالا درست زمانی که این جناب اورانوس داشت نشان تارس که نشان مالی و ارزش‌های ماست ازش تشریف میبرد بیرون، یعنی در آخرین درجات جغرافیایی که بود، از دیروز حرکت برگشتی شروع کرد و در نشان تارس عقبگرد و بازگشت به عقب کرد. این یعنی اینکه ما هنوز در بعد ارزش‌ها و دارایی‌هامون نیاز به تغییرات اساسی و انقلابی داریم و باید منتظر هر تغییر و چالش یهویی در زمینه‌هایی که مربوط میشه به سیستم‌های ارزشی و مالی در سطح کشوری و فراکشوری و جهانی باشیم. باید منتظر مواجهه با ناشناخته هایی باشیم که اگه دوست داری بدونی برای تو متناسب با اینکه اهل کدوم برج فلکی هستی، در کدوم حوزه از زندگیت قرار شاهدش باشی و تجربهش کنی طی 5 ماه، پس با اندیشه کیو همراه باش و ادامه این ویدیو رو که جداگونه برای هر کدوم از 12 برج با جزئیات گفتم رو در پیج اینستاگرام اندیشه کیو ببین و اگه دوست داشتی نظرات و تجربیات خودت رو هم برام بنویس که خستگیم نبره. و پیشا پیش هم قدردانت هستم که این ویدیو رو لایک میکنی. همواره در مسیر درست باشی و بدرخشی. ارادتمند، اندیشه کیو.